سلام دوستان، من امروز خواهم بهتون یاد چطوری از طریق برنامه اینشات پس‌زمینه فیلمتون رو حذف کنید و یک پس‌زمینه جدید بذارید. خب ما اول از همه وارد گوشیمون میشیم، بعد داخل برنامه اینشات میریم و بعد از طریق ویدیو وارد فیلم ساخت فیلم جدید میشیم، همون به گزینه جدید وارد میشیم و بعد قسمت ماده رو انتخاب میکنم. من حالا اینجا پس‌زمینه ها رو آورده براتون، هم میتونید انتخاب کنید. حالا از تو آلبومتون هم میتونستید عکس و فیلم بذارید به جای پس‌زمینه، به خاطر برای پس‌زمینه. الان من اینو انتخاب میکنم و بعد از طریق PIP شما ویدیو یا عکستون رو انتخاب میکنید، میتونید کوتاه بلندش کنید یا میتونید جابجا کنید با نگه داشتن روش و بعد شما که PIP هم فیلمتون رو آوردید و عکستون رو گزینه برش رو میزنید و بعد فیلمتون بریده میشه قسمت های اضافیش و بعد میتونید فیلمتون رو روی این کارت بذارید. من این کارو کردم و یه بار ببینیم با هم. الان دیدیم که من اینجا حرف زدم و تا حرف صدام نیفتاد، من این کارو کردم و میتونید تنظیم‌های دیگه‌ش هم انجام بدید، آهنگ بذارید، کارهای دیگه می‌کنید، دیگه خودتون باید بلد باشید. فعلا خدا